هر کس راه‌های زیادی برای ترشح آدرنالین درون خودش داره. هر کدوم ما بر اساس خصوصیتی که داریم تفریحات یا کارهایی رو انجام میدیم که حس خوبی بهمون میده و انرژیمون رو برای مدتی بالاتر از حالت عادی نگه میداره. بعضیا این کار رو با رفتن به مکانهای تاریک و وحشتناک مثل تونل وحشت و اسکیپ روم انجام میدن و بعضیای دیگه با انجام بازی‌هایی با ارتفاع زیاد مثل بانجی جامپینگ و شهر بازی‌ها. اما همه اینا تو بدترین حالت ایمنی بالای 90% رو دارن و این یعنی خطری کسی رو تهدید نمی‌کنه. اما تو این ویدیو قراره جایی رو با هم ببینیم که رفتن به اونجا نه تنها آدرنالین خونتون رو بالا میبره، بلکه حتی فکر بهش هم باعث استرس و تند شدن ضربان قلبتون میشه. سلام، اینجا کانال مستر فوبیاس و بعد مدت‌ها به یک ویدیوی دیگه خوش اومدید. قبل از شروع بگم که اگر به این سبک از ویدیوها علاقه دارید کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو فعال کنید تا ویدیوی جدیدی گذاشته شد همون موقع بهتون اطلاع داده بشه. کوه هوشان چین یکی از خطرناکترین و در عین حال یکی از زیباترین کوههای دنیا به حساب میاد که توی چین قرار گرفته. این کوه دارای 5 قله بزرگ هستش که کمک زیادی به زیبایی اون منطقه کرده و بلندترین قله اون تو قسمت جنوبیش قرار داره که ارتفاعش به 2200 متر میرسه. اما ترس این کوه خیلی قبلتر از رسیدن به اونجا بهتون منتقل میشه، چون اون تو منطقه دور افتاده قرار داره که با نزدیکترین شهر بهش 120 کیلومتر فاصله داره و اگر به اونجا برید حس میکنید وارد دنیای دیگه‌ای شدید و اگر اتفاقی براتون بیفته کسی نیست که کمکتون کنه. البته قبل از رسیدن به اونجا سفر چند ساعته‌ای با قطار دارید که از دل طبیعت و مناظر زیبایی عبور میکنید که میتونه شروعی جذاب برای این سفر طولانی و ترسناک شما باشه. قطعاً این پیاده روی ترسناکترین چیزیه که یه نفر میتونه تجربه کنه و شما برای طی کردن این مسیر باید چند مرحله رو پشت سر بذارید. برای رسیدن به این مسیر خطرناک باید از یه راه باریک با حفاظای خیلی سطحی و بدون هیچ وسایل ایمنی عبور کنید. هر اشتباه و لغزش یا شوخی تو این قسمت باعث میشه به راحتی از ارتفاعات کوه سقوط کنید. بعد از این قسمت تازه به ابتدای مسیر اصلی میرسید، جایی که باید وسایل ایمنی از جمله هارنس رو بپوشید و طناب‌های کوهنوردی رو از مسئولین اونجا بگیرید و این سفر ترسناک رو شروع کنید. زمانی که اولین قدم هاتون رو برمی‌دارید باید هم مراقب باشید که تعادلتون رو از دست ندید و هم به موقع گیره ها رو جابجا کنید و صف طولانی که پشتتونه رو منتظر نذارید. بعد از یه مسیر کوتاه به سخت‌ترین قسمت برای افرادی که ترس از ارتفاع دارن میرسید. تو این قسمت شما از یه مسیر کاملا عمودی باید رد بشید. اما نکته خطرناکش فقط ارتفاع زیاد کوه یا حتی شرایط کاملا عمودی مسیر نیست، بلکه اگر کسی سرش گیج بره و پاش سر بخوره یا یکی از میله های فلزی که حدود 100 سال پیش ساخته شدن از جاش در بیاد ممکنه اتفاق بدی بیفته. البته درسته که اون فرد به پایین سقوط نمیکنه و با وسایل ایمنی نگه داشته میشه، اما با توجه به ازدحام جمعیت ممکنه فردی که در قسمت بالا قرار داره به نفر پایینی برخورد کنه و این برخورد تا پایین ترین قسمت مسیر کشیده بشه و حدود 100 نفر از کابلی که همه بهش وصل هستن آویزون بشن و فشار به گیره هایی که این کابل رو نگه داشتن بیاد و باعث کنده شدن گیره ها بشه و افراد زیادی که اونجا هستن جون خودشون رو از دست بدن. بعد از اینکه تونستید مسیر عمودی رو رد کنید به بخش بعدی یعنی راه رفتن رو دیواری به عرض کمتر از 30 سانتی متر میرسید، جایی که اصلاً نباید به پشت سرتون نگاه کنید، چون هیچ حفاظی پشتتون نیست و بهتره بدون نگاه کردن به پشت حواستون به قدم‌هایی که برمی‌دارید باشه، چون عرض مسیر کمتر از اون چیزیه که فکرشو می‌کنید. البته ابتدای مسیر شاید بخش خوب این مرحله باشه، چون رو قسمتی که راه میرید بخشی از دیوار کوه و به نظر محکم میاد،
اما تو ادامه مسیر شما مجبورید رو تخته‌های راه برید که ناامن‌ترین بخش این پیاده روی هستن. اونا به شکل خیلی نامطمئنی به دیوار کوه وصل شدن و خود تخته‌های چوبی به شکل ستایی با منگنه‌های بزرگ کنار هم قرار گرفتن. بخشایی از مسیر تخته‌های چوبی اونقدری ناهموار و بد به نظر میان که هر کسی وقتی به اون قسمت میره جرأت رد شدن از اونجا رو نداره. و بعضی اوقات افرادی بودن که ساعت‌ها توی نقطه وایسادن و از ترس توان حرکت نداشتن و افراد زیادی رو پشت خودشون معطل کردن. حتی اگر با همه این موضوع کنار بیاید، این مرحله یه قسمت سخت داره که واقعا ترسناکه. اونم اینه که مسیر تخته‌های چوبی یه مسیر دو طرفه است. این یعنی یکی از اونا باید به دیوار بچسبه و فرد دیگه پاشو رو لبه‌های تخته بذاره و تو شرایط بد و ترسناکی از پشت سر اون رد بشه. شاید با خودتون فکر کنید بعد از گذروندن اون تخته‌های چوبی دیگه قسمت خطرناک تموم شده و به انتهای مسیر میرسید. اما هنوز یه بخش دیگه مونده که حتی از قبلی هم بدتر. عرض راه مرحله سوم تقریبا مثل تخته‌های چوبیه، ولی این بار نه با سطحی صاف. این بخش کاملا شیبدار هستش و هر اشتباه یا لغزش میتونه شما رو به پایین پرتاب کنه. البته باز شما به پایین کوه سقوط نمی‌کنید. ولی این سوال پیش میاد که هر کسی بعد افتادن و آویزون شدن از اونجا توان و روحیه بالایی داره که بتونه خودشو بالا بکشه؟ چون هیچ کس نمیتونه اونجا بهش کمک کنه و فقط خودشه که باید خودشو از اون وضعیت خارج کنه و این کار نیاز به مهارت و تجربه بالایی داره. دقیقاً یکی از نکته‌های عجیب این پیاده روی همینجاست. چون شما بدون هیچ آموزشی این پیاده روی رو شروع میکنید و اگر جایی تو مسیر به مشکل بخورید و ندونید چی کار کنید یا حتی اگر اتفاقی بیفته، فقط بعد از مهارت خودتون استفاده کنید و این کار برای افراد تازه کار میتونه خیلی خطرناک و ترسناک باشه. وقتی از همه این قسمت‌های خطرناک عبور میکنید به مرحله آخر میرسید. مرحله‌ای که میشه گفت از بقیه مسیرهای این پیاده روی بهتر و ایمن‌تر هستش. تو این قسمت شما از یه مسیر کاملا عمودی بالا میرید و به مقصد نهاییتون میرسید. یعنی نزدیکترین نقطه به قله کوه، جایی که میگن بهترین نقطه جهان برای دیدن طلوع خورشیده. شما برای چند ساعت میتونید اونجا بمونید و هم از منظره زیبای اونجا لذت ببرید و هم استراحت کنید تا خستگی مسیری که اومدید رفع بشه. اما به نفعتون سریعتر حرکت کنید، چون قراره دوباره این مسیر رو برگردید. و اگر کمترین زمان رفت و برگشت اونجا رو در نظر بگیریم، حدود 6 ساعت طول میکشه و ممکنه برای مسیر برگشت با تاریکی شب مواجه بشید و خطرناک بودن مسیر چند برابر میشه و اکثر حوادثی که رخ داده در زمان تاریکی بوده. طبق ادعای بعضی از سایت‌ها سالانه حدود 100 نفر جون خودشونو در اثر این پیاده روی از دست میدن. البته این ادعا هنوز ثابت نشده و جزو خبرهای غیر رسمی اونجا به حساب میاد. در نهایت میشه گفت پیاده روی کوه هوشان یکی از خطرناکترین تفریحاتی است که میتونید انجام بدید و تو حین مسیر آدرنالین زیادی ترشح کنید. البته این کوه جاذبه‌های دیدنی دیگه‌ای به جز منظره زیباش داره که سالانه صدها هزار نفر رو از کشورهای دیگه به کشور چین میاره. با همه این چیزا باز فکر نکنم روزی بشه که بخوام پیاده روی اونجا رو تجربه کنم، چون به نظرم جاهای خیلی بهتری برای ترسیدن و هیجان وجود داره که هم بیشتر خوش میگذره هم ایمنی بالاتری داره. تو کامنت ها موضوعی که دوست دارید رو بنویسید تا ازشون ویدیو درست بشه و توی کانال به اشتراک بذاریم. تو ویدیوی بعدی میبینمتون.